شیطان میاد میگد که موسی تو هستی همون پیغمبری که با خدا گپ میزنی؟ میگد بله. میگد نمیپرسی از همون پروردگار که یک شخص میخواهد توبه کند آیا توبهش قبول میکند؟ وقتی موسی این پیشنهادی به خدا میکند الله میگوید موسی آن کسی میخواهد که توبه کند و توبه را خدا قبول کند اون کسی که از تو پرسید و شیطان است. یقین داوای شیطان است. مقصد موسی را با شیطان شناس کرد و به موسی چی گفت؟ گفت برو با شیطان بگو اگر رفته قبر حضرت آدم، اگه دوره حضرت موسی در آدم مردگی بود که حضرت آدم اگر رفته قبر همو را زیارت کند در زیر قبر همو سجده کند من توبه شیطانم قبول میکنم. غزالی میگد وقتی که موسی همین پیشنهاد به شیطان کرد او شیطان گفت پروردگار میگوید توبهش قبول میکنم زمانی که اگر قبر آدم سجده کند. او همه عداوت و بخیلی شیطانم برای انسان بود که از پشت انسان پروردگار او را از جنتش پیش کرده. بسیار نفرت که داشت بعد چی گفت؟ بعد گفت ای موسی گفت این آدم گفت در جنت حیات بود زنده بود من سجدش نکردم اکنون گفت او زیر خاک است اکنون وای مرد است من رفته قبرش سجده میکنم نگو سجده نمیکنم. گفت ببین دشمنی را ببینین عداوت را ببین. حتی امام غزالی میگه در دوزخ صدها هزار سال میسوزه. بعد این میگوید وقتی مهلتش میتن و با اون میگویند اگر رفته آدم از سجده کنی الله از همین دوزخ عذابش خلاصت میکنه. میگه شیطان میگشت است میگفته است پروردگار صدها هزار سال دیگر طاقت دارم لکن آدم از سجده نمیکنم. ببینین همه ملائک سجده میکنن همه ملائک سجده حضرت آدم کردن. غزالی میگوید صدها هزار سوختنش به گردن میگیرد لیکن سجده در آدم میگرد نمیگیرم. عداوت دارد دشمنی دارد. امروز بنده های خدا با پیروی همون هستند. شما ببینید ما پیروی کی میشیم؟ الله در قرآن صراحتا بیان میکند که وی کافر است در پیش پروردگار. او قدر ندارد منزلت ندارد. انسان ها پایبند او میشوند. او یک قصه بغدادی را میکنم به همین خاتمه میبخشیم. چنین نقل است اندر ساعتی روز جنید اندر ره میرفت با سوز. جنید الله بغدادی میگه در راه های کوچه های بغداد با سوز و گداز قدم میزد به ناگاه دید آن ملعون شیطان و مکاری شده چو طفل عریان. نگاه کرد که همین شیطان خودش در صورت یک کودک در آورده است. مردم همه در گردناش سوار کردگی و شیطان نوازش دارند. جنید الله که میگه دوستی خدا شناخت بگفت ای لعنتی شرم نداری که خود را بر سر مردم براری. شرم نمیکنی گفت از خدا نمیترسی در بالای همین مردم تو سوار هستی. تو دشمن خدا در بالای همین دوستی خدا می نشینی. اینا شرف دارن قدر دارن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اینا ما در بهترین صورت خدا گفت آفریدیم. این قدر دارد در بالای همین تو میبرایی. جنید الله را قهرش کرد. بگفت ابلیس. لیکن ابلیس چی جواب گفت؟ بگفت ابلیس که مردم نیست اینها چو گاو و خرچران در روی دنیا. بود و خرچران در روی دنیا بود مردم همه قوم جگر ریش که راه حق پرستی کرده در پیش. گفت جنید الله گفت تو در راه درو. گفت اینایی که من سوار میشم اینا اصلا از من هم گنده هستن. اینا همش هم قوم منن. اینا هم فکری منن. اینا از من هیچ جگه کندگی ندارن. چگونه که ما در سوره ناس من الجنت و الناس میخوانیم خدایا از جن و از انسان هایی که طبیعت جن و همون گویم که رفتار همون شیطان دارن از همین خیل انسان ها با سوی تو پناه طلب میکنیم.